وحید مرادی 34 ساله که خود را عقاب تیز چنگال مینامید، از سال 86 به این طرف 13 بار سابقه شرارت از جمله درگیری، ضرب و شتم، اخلال در نظم عمومی و قتل تو کارنامش داره. 5/86 اخلال در نظم عمومی، 87 ایراد ضرب و جرح منجر به قتل، شهریور 93 ایراد جرح عمدی با چاقو و شرب خمر، 15 سال سابقه. مرادی که به خاطر رجزخونی تحت تعقیب پلیس قرار میگیره، تو شمال کشور دستگیر و بعد با قید وثیقه آزاد میشه. 2 روز از آزادیش نگذشته بود که این بار تو ولنجک دوستش رو به قتل میرسونه. بکش تا زنده بمانی. حالا برگرد. شهر باید به من شرارتی عادت کنن اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بچه بودم. زنی من نشون ندادم. وحید پس از این قتل قصد خروج از کشور رو داشت که 50 متر مونده به مرز دستگیر شد.